تماس با پلیس. وقتی که به پلیس احتیاج داریم باید با شماره 110 تماس بگیریم. تماس با 110 رایگانه و حتی وقتی که روی تلفنمون اعتبار نداریم یا حتی وقتی که آنتن نداریم میتونیم با این شماره تماس بگیریم. چه زمانی میتونیم با پلیس تماس بگیریم؟ همونطور که گفته شد تماس با پلیس برای موارد ضروریه. موقعیت‌های مثل تصادفات یا موقعیت‌های جنایی یا یک سری موارد خطرناک دیگه. در هنگام تماس با پلیس چه چیزهایی رو باید بیان کنیم؟ خب مسلماً اولین چیزی که باید بگیم اسم و فامیلمون هست. بعدش باید سعی کنیم که آدرس محلی که هستیم رو بیان کنیم. اسم خیابون و پلاک رو بگیم یا حداقل توضیح بدیم که تو چه مکانی هستیم. اگر آلمانی بلد نیستیم ولی مثلا به انگلیسی تسلط داریم بهتره که اتفاق رو به انگلیسی پشت تلفن توضیح بدیم. ولی اگر انگلیسی هم بلد نیستیم خوبه که کلمات کلیدی رو به آلمانی حتما پشت تلفن بگیم. کلماتی مثل اونفال به معنی تصادف یا هیلفه به معنی کمک. و برای اینکه متوجه فوریت ماجرا بشن از کلمه شنل به معنی سریع استفاده کنیم. بعد از اینکه تماس رو قطع کردیم باید سعی کنیم تلفنمون در دسترس بمونه که اگر پلیس سوالی ازمون داشت بتونیم بهشون جواب بدیم. در چه مواردی با شماره 110 تماس نمیگیریم؟ خب مسلماً وقتی که اون مورد خیلی اضطراری نباشه